وقت بخیر. مقام‌های محلی در ولایت هرات میگویند که برای نخستین بار یک محموله وارداتی ایران از طریق خط آهن هرات خواف وارد این ولایت شده است. با گفته این مقام‌ها این محموله حامل 500 تن سمنت است. رئیس پیشین آیس‌های پاکستان میگوید اردوی کشورش مثل مجاهدین از طالبان افغان نیز حمایت کرده است. جنرال اسد درانی افزوده است جنرالان اردو سیاست آن کشور را نیز پیش میبرند و حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز برایشان قابل قبول نیست. بانک جهانی میگوید روند پرداخت 200 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان متوقف شده است. هنری کرالی رئیس بانک جهانی در افغانستان در نامه به رئیس جمهور غنی علت پرداخت نشدن 200 میلیون دلار کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند به اقتصاد کل از سوی بانک مرکزی گفته است. ناتو میگوید در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری‌هایش ادامه پیدا خواهد کرد. سرمنشی ناتو گفته است با وجود کاهش نیروهای آمریکایی مأموریت حمایویشان در افغانستان دوام خواهد داشت. و در 24 ساعت گذشته 264 واقعه مثبت کرونا به ثبت رسیده و 22 تن از اثر این بیماری جان دادند.